تو برده و زنده سینایپرش میان خار مادر از تک تک ممبرها کلنت. خاطرات بعد از بچه های پریشن داشتیم. این هاست که بعده داداش تو چرا هیچ وقت گیم پلی در درود براتون رفقا، خیلی مخلصم، خیلی خوش برگشتید به یک ویدیوی در مورد پریشن. هستم هر جا که هستید جذاب خفن سر حال باشید. آقا اسنایپی که 2 روز پیش به بازی اضافه شد بچه‌ها، بعد از میتونم بگم زیلات یکی از بهترین لژندری های سری DLQ، بسیار کیف میده. اسنایپی موزیکال خیلی دوستش دارم من. اگر زیلات ندارید یا سلیقتون زیلات نیست بیاید سمت این موزیکالی که بسیار خوشگله. فولش میکنیم با اضافه گیم پلی داخل بتل رویال. ببینید دوست داشته باشید، ما رو حمایت کنید، خیلی مخلصیم. بریم برای باگ های تضمینی امیر پریشن در گردونه های مختلف کال آف دیوتی موبایل. باگ خراب کردی عزیزم، 3 دور زدی از روش، باگ ما رو خراب کردی. چه خوبه سازش. خب مثلا باگ دنس رو می‌خوایم دوباره پیاده کنیم. 3 بار شما کامل دنس رو می‌بینید، حرکات موزون ویچ واردن رو می‌بینید و بعد می‌زنید و رو اولی می‌گیرید. بریم واسه اول. دیدی؟ باگ EMP جوابه. تیکون خواستم وردارم. اینو اسم هم بزن، اسم علی میزن. دوستان فهمیدم باگش چیه، من داشتم اشتباه می‌زدم. بس میدونی باگش چیه؟ باید یه بار بری رو اسکین، یه بار بری رو دنس، یه بار بری رو کار. حالا آخرین بار رو ول کن، گذشته ایلیا، درگیرش نشو. اینجا ببین فکرم رفت گان هم داد ولی گان خوبی نداد. این دیگه درسته. به اگه خواستید دنس بگیرید از این باگ استفاده کنید. با تشکر فراوان. بریم برای دور 5م که نه 6م با 520 CP. نه متاسفانه دوستان، نه متاسفانه. تو مانتاره هم فول کردی؟ از اکانتش ببینم. به نازم به این اکانت برکل زیلات داری میری داداش، هم زیلات داری هم هالیدی داری، دنبال چی میگردی دوستا؟ شما دنبال چی هستی؟ اینا از گان هموم شد و رفت. اینجا میخوایم دیگه بالاخره اسکینه بگیریم. حیف اسکینه سایر خوشگل رو نگیری، حیف سایر رو نگیری. به تونستید یه فکت جالب بگم براتون. آقا تمام 20 میخوای ازش؟ چه صدای خوبی داره، موزیکال هم و صبح میتونی با صداش هد بزنی. انقدر کیف میده همتون آرزوهاتون رو بگید. کم عزیزم این نفر اینجاست. کینتیک بزنیم سلطان. شدید 2 نفر که شیطون قرارمون نبود و زیاد بشید و من 45 تا تیر دارم. اوکی 2 نفر کفاف بوده. یوزر مرسی برای روبیت عزیزم. اول فصل چی گفتی الان میکنم ویسا؟ میگفتی من میخوام ایلان ماسک بشم؟ درصدش بهتر رو تا یه همچین آرزو میکرد.
فرار کن همین فرار کن یک بار دیگه فرار کن یا اول فضل عباس این بالا شو ماشین روش نداد فکر کنم روش بوده زیر پام مدیک زدم شهروندتان جوانی به کیل منی ناموسن نره کیل اون شو آها دمت گرم یا اول فاز چرا هاور میتره که اینقدر زلزله اومده خوب تو غیرتت داشت خوب تو غیرتت با این موضوع چه سیاه شده اینجا چرا مدیکو بالا میزنید مینه از پایین راش میدید دوستان این دیگه ته مغز بازیه هیچکی تا حالا همچین مغز بازی نداشته بجز بنده دیدید ناموسن جواد آن تاپ یارم تو ماتریکس هست بنده خدا یه تیر خلاص شد رو قرآن دیگه ایچس افتاد دست صحابش دادش آب هلو بود اسم این رو فوش نداد کی فوش نداد داشت دیدی؟ گریه نکن گریه نکن گل پسر بعد از سالیان دراز تلاش های بیوقفه امیر پارچیان آواز دستم افتاده اسنایپ داشتم مسئله بازی دارم داشتم شما رو تست میکردم یه نفر دیگه اینجا باشه دوستان آب خیار آب هلو 40 ساله بزنمش یعنی من نمیخوای زن بگیری ناموسن یه زن لار واسه من پیدا کنی من میگم وراشو میدیم کلاستر میبینی؟ انداختم رندوم یه جا دمیج گرفت دیگه پله اونایی که اون بالا چرا اسمش انداختی آقای امیر پرشین چه کاری رو زندگیت داری میکنی تو نمیخوره به یارو مردم یارو گرفتم اصلا ریز نمیشه دادن اینجوری نیاد زیاد ایسیه فقط مرسی میبینید چقدر دارم خوب کره میگیرم ازشون بچه بیاده پاشو برو لوازم تحلیل مهدی بودک تو بخار بچه سال صدا روز نکن اینجا تربیه ناموست آهای پاشو دمیج بود یه شات بادی خورد ما گان جدیدی به اسم باگ اضافه بشه چون با این سیزن لگا داشتیم طبق محاسبات اکتیویژن ما قراره گان باگ اضافه کنیم یارو وایس لقب دنس بزنید یارو سورپرایزم کرد این چرا نبا پشمام بابا شاتت هیت زدم لا اله مغز باز یه دونه باقی من خورد باش 110 تا دیگه هم خورد کانتن نه